حقیقتی هست که اکثر آدما هیچ وقت نمیفهمنش. هممون یه نسخه خفن‌تر از خودمون داریم، نسخه‌ای که میتونه کارهایی کنه که الان حتی جرأت فکر کردن بهش رو هم نداری. اون نسخه هنوز بیدار نشده، چون تو هنوز داری با ترسات زندگی میکنی، با آدمای اشتباه، با فکرای اشتباه، با عادتهای اشتباه. ولی گوش کن، یه روز، یه لحظه، یه اتفاق کافیه تا اون نسخه ازت آزاد بشه. اون نسخه خسته است از عقب نشینی، از قانع شدن، از اینکه هی به خودت بگی بعدن، فردا، یه روزی. اون نسخه منتظرته که امروز بالاخره بری سراغ کاری که میدونی باید انجامش بدی. اگه الان اینو میشنوی، بدون اتفاقی نیست. این پیام واسه بیدار کردن همون نسخه است. بلند شو، نفس بکش، امروز رو شروع کن و بذار دنیای نسخه‌ای از تو رو ببینه که خودش هم باورش نمیشه.